می‌بینیم که خداجو هستیم، خداترس هستیم، بعضا اشتراکاری و پیاده روی نکرده. انا این جای صدقه و خیرات است، با یتیمان، با محتاجان، با عائله‌های کم مساحت. ما از آن دیدن نمودیم. علاقه 250 نفر نورسان و جوانان ما در آنجا تحصیل کرده ایستادند. اکثریتشان زیاده از 30 نفرشان فرزندان آن جوان مردانه و عائله‌هایی هستند که نه پدر نه مادر دارند. می‌بینیم که خداجو هستیم، خداترس هستیم، بعضا اشتراکاری و پیاده روی نکرده. انا این جای صدقه و خیرات است، با یتیمان، با محتاجان، با عائله‌های کم مساحت. این بنیاد دانشگاه را به استفاده استادان و دانشجویان این درگاه علم و معرفت می‌سپاریم. ولی ما نباید با این دست آرداب قناعت نگردیم. برعکس، هر یکی ما را ضرور است که از این هم بیشتر زحمت کشیم. با آبادکاری و سازندگی باز هم جدی مشغول شده شهری باستانی کوباب را از این روزا زیباتر سازیم و آن را به مکانی فرهنگدوستان، ادیبان و عالمان و سیاحان تبدیل داده در رشد بامران و افزون‌نمودن امکانیت‌های اقتصادی و سیاسی آن هرچی بیشتر سعی و تلاش نماییم.